خب دوستان، وارد محیط نرم افزار میشیم. از بین عکس‌های قشنگی که گرفتیم یکی رو انتخاب کردیم که با هم دیگه شروع کنیم این عکس رو ادیت کنیم. طبق آموزش‌های درس‌های قبلی با زدن کلید کنترل جی از لایه اصلیمون یک کپی میگیریم و حالا می‌خوایم با ابزار پن تول، با این ابزار می‌خوایم شروع کنیم به برش دادن سوژه‌مون. و نگاه کنید اینجا صبر و حوصله زیادی میخواد. من فیلم رو برای شما در حالت تند قرار میدم که وقت شما زیاد گرفته نشه. خوب دقت کنید، بسیار ساده است، فقط تمرین کنید. فکر نکنید با 1 دقیقه 2 دقیقه برش دادن شما راحت میتونید اینو برش بدین. برش این است حدود 15 دقیقه زمان برد. با خاموش کردن لایه شما متوجه میشید که چه قسمت‌هایی رو برش دادین. حالا می‌خوایم شروع کنیم به برش دادن مو. برای برش دادن مو میایم یکی از ابزار برش رو انتخاب می‌کنیم. من این ابزار رو انتخاب می‌کنم و وقتی که انتخاب کردم گزینه‌ای میاد به اسم Select and Mask. اصلاً گیج نشید، اصلاً سخت نیست. شما میایید از کلیدهای سمت چپ تصویر دومی رو انتخاب می‌کنید، سایز براشتون رو در نظر می‌گیرید و لبه‌های مو آروم میکشید به همین راحتی. هیچ مشکل نیست. نگاه کنید خیلی راحت ما داریم در حقیقت اطراف مو رو برش میدیم. حالا اوکی میزنیم، وارد محیطمون میشیم، یک لایه زیر لایه اصلی تشکیل میدیم، اون رو سفید میکنیم که ببینیم برشمون به چه صورته. به خیلی هم عالی شد. حالا اینجا با پاکن رو بر میداریم و قسمت هایی که جا مونده رو به راحتی پاک میکنیم. لایه سفید رو من پاک میکنم چون فقط برای نشون دادن به شما بود که میخواستیم ببینیم موی ما چطوری برش داده شده. حالا اینجا ما یه لایه میخوایم بیاریم. بله، این لایه پروانه. قسمت های سفیدش رو با ابزار ماجیک پاک میکنیم، کلیک میکنیم و پاک میکنیم. حالا اسکلش رو اندازه میگیریم، کوچیکش میکنیم لایه پروانه و یک لایه ازش با آلت کپی میگیریم. لایه پروانه رو یک مقدار تیره تر میکنیم که به تصویرمون بخوره. با کنترل لول رو انتخاب میکنیم و یه مقدار لایه پروانه رو تیره میکنیم. کنترل یو میزنیم به همین صورت. و حالا میخوایم برای پروانه‌مون سایه تشکیل بدیم. لایه زیری رو انتخاب میکنیم و کنترل یو میزنیم و اونو کاملا تیره میکنیم و سیاه میکنیم. یکیش همش این که پیدا بشه و طبق آموزش‌های قبلی که به شما داده شد با زدن کلید کنترل گوشی میتونیم پرسپکتیو سایه رو تغییر بدیم. بعد میریم قسمت بلار، گاشن بلار میزنیم و اونو یک مقدار محوش میکنیم که طبیعی‌تر جلوه بده. اینجا پاکن رو بر میداریم و با ابزار پاکن قسمت های اضافش رو پاک میکنیم. یک مقدارم اپاسیتیش رو کم میکنیم و کمی هم میکشیمش که طبیعی جلوه بده. نگاه کنید. حالا ما یه لایه دیگه میخوایم بیاریم. لایه درخت رو میاریم. من اسمش رو میذارم تری. کمی اونو میچرخونیم و در قسمت مناسب اونو قرار میدیم. اسکلش رو میکشیم. دقت کنید که شیفت و آلت رو همچنان نگه دارید که پرسپکتیو عکس و اندازه اسکل عکس به هم نخوره. یه جای قشنگ براش در نظر میگیریم. بله، اینجا خوبه به نظرم. کمی این برتر. و حالا از این یکی دیگه کپی میگیریم روی خودش. میخوایم اینو یک مقدار محوش کنیم. یه مقدار کوچیکش میکنیم، در جای مناسب قرارش میدیم و میریم از قسمت فیلتر بلار و گاشن بلار. بسیار افکت کاربردیه. اونو مقداری محو میکنیم. بعد ابزار پاکن رو بر میداریم و قسمت هایی از اونو پاک میکنیم به این شکل. حالا میخوایم یه لایه دیگه بیاریم که نشون بدیم برگ های درخت
ریزش کرده و داره به روی زمین میریزه. در حقیقت این لایه که ما آوردیم یک دسته پروانه است، ولی میتونیم با فتوشاپ خطای دید ایجاد کنیم. نگاه کنید، من لایه ها رو با گرفتن آلت کپی میکنم، همه رو در جای مناسب خودشون قرار میدم، پاکن رو برمیدارم و کم و بیش اونا رو پاک میکنم که مشخص نشه ازشون کپی گرفته شده. بعد میام یه دونه دیگه از اینا رو کپی میکنم، پرسپکتیوش رو با گرفتن کنترل تغییر میدم، ازش یه کپی میگیرم و در قسمت‌های مختلف میذارم. میخوام به بیننده نشون بدم که برگ ریخته روی زمین. خب لایه ها رو یکی میکنم با هم و میرم از قسمت بلار. این بار از قسمت موشن بلار استفاده میکنم، یعنی میخوام یه مقدار حرکت بهشون بدم، از اون حالت صافی و از اون حالت شارپی خارجشون کنم. پس بنابراین یه مقدار موشن بلار بهش میدم، زاویه‌اش هم تنظیم میکنم و اینجا اوکی رو میزنم. خب الان ما میخوایم یه لایه درست کنیم به اسم بلار. میخوایم زمینمون رو بلار کنیم، گاشن بلار میزنیم. برای زیباتر شدن زمینه اونو بلار میکنیم، دقیقا مثل لنزهای حرفه‌ای عکاسی. خب حالا پاکن رو بر میداریم و قسمت هایی از این لایه بلار رو پاک میکنیم که تصویر ما زیباتر بشه. در عین حالی که بک‌گراندمون بلار هست، زمینه رو بر میگردونیم. اینجا درصد پاکن رو یکم کم میکنیم که گوشه ها رو خیلی کم از بلارش برداریم. خب الان میخوام یه تابش نور درست کنم. یه لایه خام ایجاد میکنیم و با یکی از براش های پیشفرض فتوشاپ، اصلا چیز سختی نیست. یه کلیک میکنیم، اونو در بالای بالا قرار میدیم و روی عکسمون و دوباره میریم فیلتر، بلار و این بار باز موشن بلار رو انتخاب میکنیم. یه زاویه بهش میدیم به این شکل و کمی اونو درجهش هم تنظیم میکنیم و حالا یه جای مناسب براش انتخاب میکنیم. میاریمش این قسمت. چقدر توی زیبایی عکس این حرکت تاثیر داره. حتما فراموشتون نشه بازتاب نور خیلی مهمه توی عکساتون. اگر بازتاب نداشته باشه نمیتونید به بیننده یه عکس فوق العاده رو القا کنید. خب اینجا پاکن رو بر میداریم، شاخه درختی که در تصویرمون داشتیم بازتاب نور رو پاک میکنیم از روش که بیننده احساس کنه که درست انگار نور از پشت تابیده شده، از پشت درخت. خب حالا من تصمیم دارم که بیام به پشت مادر و دختر یک لایه رنگی اضافه کنم برای قشنگتر شدن عکسمون. یه رنگ پیش‌فرض انتخاب میکنم و شروع میکنم به تغییر رنگ لایه. دقیقا این کار سلیقه‌ایه، این کار تبحر خیلی خاصی نمیخواد، فقط کافیه سلیقه خوبی داشته باشین. هر کسی یک رنگ رو دوست داره، بستگی داره ببینید احساس کنید چه رنگی به تصویرتون میاد. حالا یه شیفت کنترل آلت ای میزنم و دوباره ازش یه کپی میگیرم. اینجا میخوایم های پس بزنیم، لایه بالایی رو انتخاب میکنیم، های پس رو میاریم. های پس در حقیقت عکس شما رو شارپ میکنه و اینو از اون حالت ماتی خارج میکنه، ولی هرچی های پس شما بیشتر باشه به عکستون ضرر میزنه. دقت کنید من خاموش روشنش میکنم، متوجه میشید که عکس شارپتر و زنده تر شد. حالا یه شیفت کنترل آلت ای دیگه میزنم و اینجا میخوام یک مقداری روتوش بدم به عکسمون با ابزار سرفیس بلر.
این عکس من خیلی کم روتوش میدم و دوباره میرم از اون قسمت پایین، از قسمت رنگ ها یه مقدار دستکاری میکنم رنگ عکسو. نکنید فتوشاپ اصلا پیچیده نیست، فقط کافیه بدونید که در چه موقعی از چه ابزاری باید استفاده کنید. خب حالا من یه لایه خالی ایجاد میکنم و رنگ اونو کاملا تیره میکنم. ابزار پاک کنم رو برمیدارم، اونو در حالت 100% میخوام قرار بدم و حالا شروع کنم به پاک کردن لایه سیاه، به خاطر اینکه میخوام یه حاشیه ها و حاله سیاهی دور عکسم برای زیباتر شدن عکسم بندازم. و حالا اوپاسیتیشو خیلی کم میکنم، خاموش روشنش میکنم و متوجه تغییرات میشین. این برای زیبایی عکسه. خب من یه شیفت کنترل آلت ای دیگه میزنم و میخوام این بار یه روتوشش کنم. از قسمت فیلتر به این قسمت میریم و من همیشه از این فیلتر استفاده میکنم. فیلتر خیلی خوبیه، خیلی سادن و بسیار کاربردیه. پیشنهاد میکنم شما بتونین از این فیلتر استفاده کنید. نگاه کنید لکه های روی پیشونی مادر رو چقدر قشنگ و چقدر تمیز برداشت. حالا اینجا اوکی میزنیم. با آموزش های دیگه همراه من باشید. هر سوالی دارین بپرسین. متشکرم از پیامایی که میدین. ممنون، باعث دلگرمی منه. تا ویدیوی بعدی، بدرود.